یعنی خیلی نفرت آور است، خیلی نفرت آور است که وقتی یک جشن پر از گناه هست فرزند تو هم در آن اشتراک دارد و تو هم با 1001 بهانه میگویی از همسنفانش نماند، معلمش خفه نشود، ما در دولت مهاجرت هستیم با آنها باید مدارا کنیم. مدارا نیستیم، این معنایش مدارا نیست، این حقارت خودت هست، این بی‌شخصیتی خودت. آیا یگان روزی که به تاجیکستان رفت یگان ایدی ما رو جشن میگیرد همراه ما؟ اصلا این کار رو نمی کند. او شخصیت خود رو احترام می کند. این ما هستیم این گونه بی شخصیت، این ما هستیم این گونه انسان هایی که هر کجا رفتیم با آنها آموده می شویم. فرزند خود رو هر کسی که به سال نو و جشن سال نو میماند عقیده خود را، ایمان خود را، دین خود را زیر سوال میگذارد که ترس الله در شما بالاتر است یا راضی کردن یک درست یا یک دو فاسق، که این رو باید درستتر فکر کرد. سبحان الله، این رو باید